بارندگی شدید روز گذشته در ولسوالی وردوچ ولایت بدخشان زیانهای مالی به بار آورد. بر اثر بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب روز گذشته در قریه‌های سنگ کبود و استریب ولسوالی وردوچ ولایت بدخشان خسارات هنگفتی مالی برای باشندگان آن محلات وارد شده است. محمد کامگار امیر رسیدگی به حوادث ریاست مبارزه حوادث ولایت بدخشان میگوید در پی رخ سیلاب ها روز گذشته در قریجات سنگ کبود و استریب ولسوالی وردوچ این ولایت مقداری از زمین های زراعتی و باغیات مردم تخریب گردیده است. آقای کامگار می‌افزاید تیمی بررسی این اداره به منظور آمار دقیق تخریبات صورت گرفته به محل وقوع رخداد ولسوالی وردوچ اعزام خواهند شد و مساعدت ها با متضررین نیز صورت میگیرد. امیر رسیدگی به حوادث اداره حوادث این ولایت در عین حال گفت در جریان ماه ثور جاری متاسفانه وقوع حادثات موسومی متعددی در بدخشان صورت گرفته است که آن رویدادها همچنان نیز